بیا هی عمو یکی مراقب باش. آهای آرومتر رانندگی کن. بلم کنین. شما کی هستین؟ هی اینجا چه خبره؟ داریم میدزدیمش و اگه خیلی دخالت کنید اون وقت شمارم با خودمون میبریم. فهمیدی؟ آها خیلی جالبه. من هیچ وقت همچین تجربه ای نداشتم. هیچ کس تا حالا من رو ندزدیده. شماها آدم رو با این درسته پسرم؟ آره درسته آدم رو با. میشه منم تو ماجرا باشم؟ خواهش میکنم. برو تو گوش کن ببین چی میگم. ول کن دیگه پسرم. این کیفو نگه دار معلوم. تو هم بیا اینجا کاری دارم. بگو ببینم تا حالا تو ماشین به این گرونی و مدل بالایی نشستی؟ آره؟ نه یعنی بله. نه اون ور برو ببینم. آروم باشو باشون برو چون فقط تا سر کوچه باشون. هر جا بخوای میریم. کی میخواد جلوی ما رو بگیره؟ یه سر بی عقل. اون هم جلوتون رو میگیره هم یه درس حسابی بهتون میده. خدافظ. مراقب باشی. باشی. سلام جی. ای با تو هم برو کنار. هی مگه زده به سرت؟ نیتو نه نشونت میدم. نظر فرار کنن. بدوی الان نیروی کمکی میخوایم که بیان ما رو نجات بدن. آخه کی میخواد جلو ما رو بگیره؟ برو دیگه. آدم های دیگه زنگ بزن دیگه. چی میگی؟ میخوای به پلیس زنگ بزنم؟ وای گازش گرفت. مگه مرض داره؟ وای عمه اومد. بیشونا شما منو میکشن. پدرت کیه؟ مرد خیلی قدرتمندی مادر جون. خب ببینم تو چی ازش یاد گرفتی؟ این که وقتی کارت رو افتاد دیگه بقیه برم به درک. شنیدین؟ من محض این که کارت رو افتاد دیگه برم به درک. پاندید بشین من دستمزدتو بیارم. چشمه خیلی ببینم تو اینجا چیکار میکنی ها؟ من هنوز هیچ کاری انجام ندادم، اما اومدم اینجا که برات آستین بالا بزنیم. مادر چند تا خانواده رو انتخاب کرده. تو سعی داری به مامانا من دروغ بگی؟ چطور میتونم دروغ بگم؟ اونم به ایشون؟ هرگز با من برخورد فیزیکی نکنی. برخورد فیزیکی؟ بابا مادر جان ببین چجوری داره منو کتک میزنه. ازت خواهش میکنم پاندیتو نزن. رود کم شد. ولی نمیدونم چرا احساس میکنم تو امروز قراره یه کتک مفصل بخوری. کی میخواد منو بزنه؟ تو میخوای بزنی؟ اما مادرت که خواهش کرد این کارو نکنی، درسته؟ چیزه بگو ببینم همه این عکس‌ها قشنگن و خوب افتادن، ولی چرا روی یکیشونو پوشوندین؟ اینو وردار، اصلا خوشم نمیاد. خوشت نمیاد؟ نه. خیلی خوب خودت ورشه.
این همه عضله درست کردی اما زور اینو نداره که این برچسب از اینجا برداری. من باید این کار انجام بدم. مادر اینم نتیجه خوشت نیومدن. حالا خوشت اومد؟ چرا منو زدی مادر آخه؟ اول از همه اونو بذار سری جاش. باشه میذارم سر جاش. بفرما. مامان اشتباهی صورت تو رو پوشوندی تربیت. همه تو تبو توله شد. آخه چرا منو میزنی؟ چرا میزنی؟ باشه برش میدارم. حالا بدون برخورد فیزیکی به بگیم آخه این آدم اینجا تو این عکس کیه؟ من که اونو نمیشناسم. باشه الان بهت میگم کیه. بذار خانم صبر کنی. برو کنار ببینم. کنار وگرنه بعد میبینی ها. من همه این سالا نگران آینده ای تو بودم ولی تو انتخابی رو کردی که میدونستی من مخالفشم. هیچ فکر نکردی مادرت خوشبختی تو رو میخواد، نه اینکه ببینی داری آیندت رو نگاه میکنی. اگه به نظر من احترام میذاری باید بدونی که من با این ازدواج مخالفم و باید نامزدی تو به هم بزنی. دوست داری مادرت رو ناراحت کنی؟ نه خیر اینطور نیست، چون شما اولش موافق بودین بعد نظرتون عوض شد و ایراد گرفتین که چرا این پسر اینطوریه، چرا خانواده‌اش اونطوریه، چرا درآمدش کمه، چرا کارش اینه، چرا کم حرفه، چرا غذاش کمه. بله داستان از این قراره که بعد از انتخابی که گیتا کرده مامان احساساتی شده و کلمات یادش رفته. میخواد بگه امیدوارم ازدواجتون موفقیت آمیز باشه، امیدوارم بچه دار بشین، امیدوارم تو زندگیتون پیشرفت کنین، ازدواجتون پر از عشق باشه و خلاصه به طور کلی شما دوتا رو دعا میکنه و دعای خیر مادر همیشه پشت سر آدم میمونه. درسته؟ فهمیده؟ ممنونم مادر جان. مادر جان ممنونم. سرکن حساب تو میرسم. مسخره بازی چیه؟ و اون روز بود که تصمیم گرفتم جی باید با دختری عروسی کنه که من انتخاب میکنم. من خاطرات زیادی از این مدرسه دارم. چطور شما؟ سلام جی، خوبم. سلام صبح بخیر. شروع کردم بخندیم وگرنه احترام به بزرگتر جز فرهنگ ماست. طبق قوانین معلم‌ها نمیتونن بهت کمک کنن. خانم خواهش میکنم به حرفم توجه کن آقای جی، وقتی بزرگ بشه نمیتونی تو هم بهش یه دقیقه حرفی صبر بزنی. کن. جی بله خانم. ایشون سومنه. سلام سومن. یه نفر قرار بود بیاد بهش کمک کنه اما نیومده. خواهش میکنم کمکش کن. هی دایی جان کمکش کن دیگه، ایشون معلم تاریخه. لطفا باشه چشم کنم. مامان اون هیچ وقت مدرسه نمیاد که همیشه یه بهونه میاره. جدی؟ آره؟ و حالا باید انتگرال توابع مثلثاتی رو حل کنیم. خانم؟ بله خانم. جای تو جلسه امتحان چی کار میکنه؟ بیایید خودتون ببینید. اون دختر خیلی با استعداد و باهوشیه. هیچ وقت به خاطر ضعفش احساس ناراحتی نمیکنه. همیشه شاگرد اولی. من مطمئنم اون یه روزی برای همه ما یه الگو میشه. خیلی خوب، حالا باید عددا رو توی معادله بذاریم. یه کم باشه. راستش من زیاد نمیشن عادت ندارم. خانم بله میشه یه کاغذ خودکار بنویسید؟ حتما بفرمایید. خب دیگه تمومه. سلام داداش، پس تو کجایی؟ تو ترافیک گیر کردم ولی نگران نباش، دارم میام، تو راهم. الو سومن چی شده؟ تلفن قطع شد. بد شانسی باتری گوشیم تموم شد. سومن فقط 15 دقیقه مونده تا امتحان شروع بشه. چی شده سرکار؟ چقدر طول میکشه؟ حال مریضم خیلی بده. رامو ای آقا اون جلو چی شده؟ خانه رو بسته ای بابا. سلام دایی، راما هم تو کجایی؟ ترافیک گیر کرد. راستش دایی موضوع سومنه. داداشش قرار بوده بیاد براش تو امتحان بنویسه اما اونم توی ترافیک گیر کرده. لطفا بیا اینجا وگرنه اون نمیتونه امتحانش رو بده. باشه همین که ترافیک باز بشه میام. خیلی خوب بهش بگو نگران نباشه. باشه دایی. چی شد؟ دایی هم تو ترافیک گیر کرده. لطفا کمکم کن لطفا.
سرکار لطفا یه کاری برای ترافیک بکنید. ما یه ساعت اینجا گیر افتادیم. من باید برم امتحان خواهرمو بنویسم. اون معلوله. لطفا یه کاری بکنید. بذار ببینم چی میشه. خانم لطفا خانم لطفا کمکم کنین. واقعا متاسفم دخترم، واقعا متاسفم. هیچ خبری نشد؟ افسرها ممکنه بدونن. ببین همکارمون چقدر سخت کار میکنه. آقای پلیس ما دیر به مدرسه میرسیم انگار تازه استخدامش کردن. بشین نگران نباش. بشین. ها؟ خوابیده؟ آره تفلکی. قربان نیم ساعت جلو ماشینا رو گرفتیم، ترافیک به وجود آوردیم، یه آمبولانس اونجا گیر کرده، یه اتوبوس مدرسه اینجا گیر کرده، یه آقایی باید بره امتحان خواهر معلولش رو بنویسه. اجازه بدیم ماشینا حرکت کنن. قربان همه نگرانن. نگران نیستن، ابلهن. کسی هم که باعث نگرانی اونا شده توسط خودشون انتخاب شده. کسی که بدون فکر انتخاب کنه جورش هم باید بکشه. اومدم. نگاه کن ببین، به خاطر دختر وزیر این همه معطلمون کردن. اون دختر وزیر کشور. دختر وزیر؟ بشین بریم. خیلی خوب. نپر دخترم نپر. خواهش میکنم آقای جی، خواهش میکنم نجاتش بدین. هیچ کس به اون کمک نکرد. خواهش میکنم. سومن اما امتحان دارم، تو نوشتنش کمکم میکنی؟ لطفا کمکم کنی. خواهش میکنم. متاسفم. خواهش میکنم. سومن! برین کنار. کسی اینجا نیست. یکی کمک کنه. خواهش میکنم زنگ بزنید آمبولانس میاد. سومن تو چی کار کردی؟ سومن متاسفم. سومن خیلی متاسفم. سومن خواهر عزیزم. اون دختر خیلی با استعداد و باهوشی، هیچ وقت به خاطر ضعفش احساس ناراحتی نمی‌کنه. همیشه شاگرد اوله. من مطمئنم یه روزی برای همه ما الگو میشه. ببخشید میخوام یه شکایت نامه بنویسم. علیه کی؟ کاویتا سینگ پاتل. کاویتا سینگ پاتل؟ منظورتون دختر وزیر کشوره؟ بله. میدونی داری چی کار میکنی؟ لطفا شما کارتون انجام بدید. شما نمیدونید چه اتفاقی برای من افتاده. من به خاطر اون توی ترافیک گیر کرده بودم. خواهر معلولم منتظرم بود. الو، سیلوی هستم بابا.
داری چیکار میکنی؟ این بچه که؟ بچه خودمه. اسمش چیه؟ اسمش لاکانه. بچه خوششانسیه که پیدا شده. شنیدم یه گدا بچه رو دزدیده بوده. تو کار خیلی بزرگی انجام دادی، ازت ممنونم. خیر ببینی. بگید ما چطور میتونیم این لطف رو جبران کنیم؟ چطوری میتونیم کمکت کنیم؟ اگه واقعا احساس میکنیم که ما بهتون لطفی کردیم از همون تشکر نکنیم، در عوضش به 3 نفر کمک کنیم. از اون 3 نفرم بخوایم که به 3 نفر دیگه کمک کنیم. پسرم من متوجه نمیشم. اینا رو بگی. درست مثل من که به شما کمک کردم، شما هم به 3 نفر کمک کنید و از اونا بخوایم که اونا هم به 3 نفر دیگه کمک کنن. پس 3 ضرب در 3 میشه 9، 9 هم ضرب در 3 میشه 27، 27 ضرب در 3 میشه 81. وقتی 81 نفر هر کدوم به 3 نفر کمک کنن میشه 243. اونم ضرب در 3 میشه 729. وقتی اون 729 نفرم به 3 نفر دیگه کمک کنن اون وقت میشه 2187. ضرب در 3 6561. ضرب در 3 19683. ضرب در 3 59049. 59049 ضرب در 3 177147. وقتی 177147 نفر به 3 نفر دیگه کمک کنن اون وقت میشه 531441. وقتی اونا هم به 3 نفر دیگه کمک کنن اون وقت میشه باید اهلیدوس خبر کنیم. 403,046,721 نفر. آره جوابش کاملا درسته. و به این ترتیب این زنجیره کمک از 1000 نفر به میلیون‌ها نفر رشد پیدا میکنه. پسرم این فکر خیلی خوبیه. اگه برای ما فرصتی پیش بیاد حتما به 3 نفر کمک میکنیم. عالیه پسر. یه موضوع کوچیکو تبدیل کرد به یه همچین کار بزرگی. راست میگی، فقط مردم باید متوجه بشن. فکره. ولی من باهاش موافقم. گیتا واقعا متاسفم. به خاطر بزدلی نبود که برادرم از ارتش در اومد، به خاطر شجاعتش بود. سربان سلام میشنوی؟ بله قربان. افراد زیادی رو از دست دادیم. همین الان اون منطقه رو ترک کنید. مأموریت تموم شد. نه قربان، ما عقب نشینی نمی‌کنیم. اونا بچه‌های بیگناه و گروگان سرباز عصبانیتتو کنترل کن. قربان لطفاً وضعیت رو درک کنید. اینجا غیر نظامیه درگیرم. این دستور فرماندهیه. باید عقب نشینی کنید. ولی قربان بیا پایین سرباز. بیا پایین. همین حالا منطقه رو خالی کنید. سربان هارجون دریافت شد. این مأموریت از همین حالا لغو شده. این دستور فرماندهیه. شنیدید؟
اما به خاطر اطاعت نکردن از دستورات فرمانده جیو از ارتش اخراج کردن. متاسفم گیتا. اشکالی نداره. ممنونم. تشکر نکن. هر وقت فرصتی پیش اومد به 3 نفر کمک کن و از اونا هم بخوا که به 3 نفر دیگه کمک کنن. باشه. این طرز فکر چیه؟ اون میگه برای خدمت به مردم مهم نیست پولدار باشی یا سیاست مدار. اون مرد خوبیه. نمیدونم چی بگم. مزاحم حرفای پشت تلفن میگفت که نمیتونم تکرار کنم. همش تهدیدم میکرد و تهمت میزد. راستش من که نمیتونم باور کنم یه آدم بخواد اینطوری از کسی اخاذی کنه. فقط این نیست، اون همه چیزو در مورد خانواده‌مون میدونه. مشخص آدم خیلی خطرناکیه. خواهش میکنم. گفتیم بهتره قبل از اینکه شکایت کنیم با شما مشورت کنیم. شکایتت ثبت شد. اینهاش داره زنگ میزنه. میدونی کلی پوله. ببخشید مهمه. برای چه بگو. کجایی؟ هیچی، دارم سعی میکنم طرحمو به مشتری بفروشم. هی آقا، من النف نیستم، کار دارم. برو اون طرف یه دور بزن تا من میام. برو. بیخیال. چیه بگو. گوش کن. تو تلفن خونه یه آشنا داشتی نه؟ ازش بخواد رد این شماره رو بگیره. اگه دوباره زنگ زد صحبت باشه، باش حرف بزن. به چرندیتش گوش کن. لفتش بده. بله؟ چیه نشناختی؟ آقا چرا مزاحم میشید؟ سلام چه؟ پیداش کرد. الو. فکر کنم صدای داداشته. خوب کارت انجام شد. اینه دکتر؟ این که دکتر خانوادگی بونه، دکتر کاپادیا. چی؟ تو خودتو دکتر میدونی اره؟ بهتر کارهای خونه رو یاد بگیری پسرم، تو زندگیتون به درد میخوره. من که نیازی ندارم، اما اگه اون یاد بگیره عالی میشه. خب های چقدرم که تو کار میکنی سومیت. مامان تو هم یه دقیقه گوش کن. چطور میتونین خرج شدن درآمد مردم عادی رو برای تامین امنیت این افراد توجیه کنید؟ علاوه بر اون وقتی این افراد میخوان از مکانهای عمومی عبور کنن باعث میشن مردم عادی با مشکلات زیادی روبرو بشن. ما اقدامات بسیار سختگیرانه علیهشان انجام میدیم. به نظر میرسه مثبت و خوبیه. آره خوبه. چه فایده ای داره آدم خوبی باشه؟ خیلی زود تغییر میکنه. نه آدم خوبیه، منم شنیدم. حالا ولش کنی. جی دستتو بده. دستتو بده دیگه. منم اون کارو کردم. فرمول جی بگم. این که به جای تشکر کردن به 3 نفر کمک کنی منم انجامش دادم. بیاین غذا آماده است. خیلی خوب اومد. بریم بخوریم. ببینم پسر، در مورد آخرین کار شنیدی؟ ساکت شده. چی شده؟ این آقای مهربان چشماشو مهته کرده و با توجه به کارایی که این روزا میکنه فکر کنم به زودی یه نفر بیناییشو به دست بیاره. ای ساکت بد جنس، هر چیزی حدی داره. زبونتو گاز بگیر. ببین جی پسرم، میخوام یه چیزی رو به توضیح بدم. کمتر کسی توی این زمانه مثل توی پسرم. این روزا همه سرشون با مشکلات خودشون گرمه و دیگه کسی به همه خودش کمک نمیکنه. ببین جی، تو باید به من قول بدی که اگه این فکرت عملی نشد ناامید نشی. راستش فکر خیلی خوب و سخاوتمندانه‌ایه. منم حتما کمک میکنم، ولی من تازه ازدواج کردم. برای همین سرم خیلی شلوغ بود. نه فرصتش برام پیش اومد و نه زمانش رو داشتم. اما همین که فرصتش پیش بیاد به طور قطع کمک میکنم. مشکلی نیست. ما کارتو فراموش نکردیم. حرفایی هم که گفتی یادمونه. ما میخوایم اونا رو عملی کنیم. اما چند روزی زندگیمون درگیر کارهای گذرنامه و ویزا شده. پسرم رونی و خانواده‌اش در حال رفتن به سفر هستن. این روزا کسی به کسی کمک نمیکنه. اصلا نمیخوان کمک کنه. هر کسی سرش با مشکلات خودش گرمه. یکی در مورد کارش نگرانه، یکی در مورد پیدا کردن همسر. من دنیا دیدم و رک حرف میزنم.
خیلی ها فقط خوب حرف میزنن، اما خیلی هم شرافتمندانه حرف میزنن. میگن میخوام بهت کمک کنم، اما برو ازشون بپرس چه حالا به گفته هاشون عمل کردن، کاری انجام دادن. آره جواب میدن که نه هیچ کاری نکردی. شما تو خیالات زندگی میکنی، فکر میکنین اتفاق میفته، اما هیچ اتفاق نمیفته. درست آقا، زمان عوض شده، کسی به کسی کمک نمیکنه. اما خودتون چی؟ شاید این کار خوشحالتون بکنه. همش چرندی. متاسفم آقا، نباید این حرف رو بهتون میگفتم. خیلی عذر میخوام. آقا یه چیزی کمکم کنید. این مال تو، اینم مال تو. زود باشین شروع کنی. شروع کنیم دیگه. بل کن دیگه. ببین چه بقیه چه کمک کنن چه نکنن، ما سعی خودمونو میکنیم. آره آقا خیلی گرسنمه، یه کمکی کنی خواهش میکنم. آقا زود باش پاره کنار. گفتم برو دیگه. کی با یه بچه اینطوری حرف میزنه؟ گرسنمه، یه کمی به هم پول بدین. گفتم برو کنار. جی سب کن جی. حالت خوبه دخترم؟ سومیت از سرش داره خون میاد. چه کاری بود کردی نعمتی؟ مشکل الان بهت نشون میدم مشکل چیه. چه صحبت جی ما اینجا بسیز کمک کنیم تا جبرت میزنیم. اون وقت تو آروم باش جی. آروم باش خودتو کنترل کن. آروم باش سوار شو دیگه. جی دختر بیچاره. جی حسابت رو میرسم. برو. چی کار میکنی جی؟ کوبیدی تو شیشه. ندیدم شیشه. برو به بچه برس. حالت خوبه؟ فقط یه آسیب جوسی زارتم یه حد دیگه. چی شده بچه فقط؟ چی شده ها؟ چی شده؟ آقا هی آقا تو کی هستی؟ من پدرش هستم. پدر؟ این اونجا داشت رفیق بازی میکرد. تو که سالم و سر حالی دست و پاتم که سالم اون وقت بچه‌ات میرسه گله‌ای. آروم باش. جی لطفاً آروم باش. بیا اینو به گیر بزن رو زخمش. باش. مراقب خودت باش دخترم. بریم. چی شده؟ چرا برادر زنمون انقدر ناراحته؟ چیزی شده؟ هیچی، تو را با یکی دعوا شد. با کی؟ بی خیال، تو که جیو میشناسی. چی شده جی؟ خیلی به هم ریختم. اتفاقی که افتاده خوب فکر کن. اون هم حادثه یکی بعد دیگری. دخترم معلولی که بهش تو درساش کمک میکنم جلوی چشمم خودکشی میکنه. یه بچه رو میدازن من پیداش میکنم. یه دختری که تو جلوی چشمای من کتک میخوره. تمام تلاش من اینه که بتونم از این واقعیت ها فرار کنم. ولی چرا فقط من این چیزا رو میبینم؟ همه اونا رو میبینن جی، ولی بعضی ها نادیدشون میگیرن. باید شنیده باشه که مردم میگن دیگه راهی نمونده بشه بهش کمک کرد. این راه توه، چون تو خودت اینجور میخوای و این چیزیه که تو رو از بقیه جدا میکنه. تو برای این به دنیا نیومدی که ارتشو ول کنی یا عمرتو تو تعمیرگاه بگذرونی. زندگی تو تغییر میدی. من مطمئنم. حالا چطوری اوکی؟ صبر میکنیم و میبینیم. چرا این روزا
روزا نمیای مدرسه؟ مدرسه خیلی از خونمون دوره، باید پیاده برم، خسته میشم. بیا تو چرخ منو بگیر. این کمک میکنم ورزش کنی هم دیگه بهانه نیاری. ممنونم دوست من. تشکر نکن، فقط هر فرصتی پیش اومد به 3 نفر کمک کن، از اونا هم بخوا به 3 نفر دیگه کمک کنم. فهمیدی یا نه؟ چی کار کردی آقا؟ برایم از کجایی تو؟ خیلی وقت اینجا منتظرتم. وای مامان چه جاییه، من عاشق اینجام. این فکر من بوده. بذار عاشق چیکار میکنی؟ من قربونت برم. زد تربیتش کردی دیگه. بعداً بهت زنگ میزنم. بریم دایی، سریع‌تر دایی، اینقدر یواش نرو دایی. دارم میام دیگه. اون یارو که گفتم با خانوادش اینجا تو شهر بازی. سریع بیان اینجا. خب امروز باید حساب اونو برسیم. بوتان توت فرنگی دایی؟ دایی از روزی که همسایه ما شدی از رنگ صورتی خوشتون اومده مگه نه؟ صورتی؟ درن 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 درن. این چه آهنگیه؟ مامان پلنگ صورتیه دیگه، پلنگ صورتی. بچه پرحرفیه. بچه چی؟ ها؟ پرحرف، نیم وجبی پرحرف. من نیم وجبیم؟ ماما زود باش کلاس دیر میشه. آره راست میگه. بیا من میبرم. واسه پیاده روی مامانم هست. اونم میبرم. خدا بهت پلنگ صورتی. پلنگ صورتی. شوخی کردم. همه تقصیر موجکه. از امروز اسم پلنگ صورتیه. پلنگ صورتی. پلنگ صورتی. پلنگ صورتی. اون کجا؟ همین چند لحظه پیش از اینجا رفت. گفت خونوادش هم باهاشه. آره اون تو هم. همه بیرون. بلش کن. این اشتباه نکن. زنگ بزن بگو مادرت بیاد اینجا. جی کله کوچ این چیه دیگه؟
سلام، مانیک هستم رفیق. چی شده؟ با 10 تا از آدمام اومدم به این ماداوه کله پوک کمک کنم، ولی خب فقط 3 نفرشون برام موند. مگه اونا چند نفره؟ فقط 1 نفر. این چی بود؟ خیلی خطرناکه، مثل گربه ها چنگ میندازه و گاز میگیره. هر جا که هستی فقط کافیه اونو تا نزدیک دفتر بیاری. درش رو تبدیل به جیغ میکنم. باشه سعیمو میکنم. جی زود باش برو خونه. نه جی جلاشو بگیر. اون جیه. قربان اونجا رو ببینیم. چی رو ببینم آقای راجپوت؟ نه جرمی اتفاق افتاده نه شکایتی شده. به نفعمونه بذاریم اتفاق بیفته بعد. برای پیشرفت تو زندگی یاد بگیر که بعد از علامت ورود ممنوع و بقیه علامت ها وایسی. اگه قبلشون وایسی دست خالی میمونی. که میخواستی خواهرشو بپرسی آشقال. آروم باش جی. ببینید برادر من بی سر و پا نیست. تا چند وقت پیش تو ارتش خدمت میکرد. خانم ما دوست نداریم بازداشتش کنیم اما چاره‌ای نیست، این قانونه. خانم شکایت تنظیم شده، جرم ایشون هم ثبت شده. اگه آزادش کنیم تو دردسر میافتیم و مافوقای ما توبیخمون میکنن. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که توصیه کنم براش یه وکیل خوب پیدا کنید و سریع به قید وثیقه ببریدش بیرون، وگرنه باید تا دوشنبه اینجا بمونه. متاسفم. تو پس اون تویی. آزادش کن. قربان شکایت ثبت شده و فقط توی دادگاه میشه ضمانت. اون شکایت رو پاره کن بره. ولی قربان چی کار میکنی؟ شما گفتین شغلمون از دست میدی؟ نه شغلت از دست نمیدی بلکه ترفیه هم میگیری. دیگه چی؟ بفرستش بره بیرون. قربان لطفاً دهنتو ببند. تو دست یکی از افرادمو شکستی. حالا اونا تنبیهت میکنن. اینه
بلند شو. چرا اینجوری شد؟ بیا اینجا. بیا بریم زود باش. فکر میکنه یه آدم شریف بزدله، یه آدم با عزت ترسوه و یه آدم درستکار و ابله میدونید، ولی این مردم یه شیر خافتن. نباید پا رو دمشون بزنیم، چون اگه بیدار بشن تیکه پارتون میکنم. بابا به چی فکر میکنی؟ بعد از کاری که اون بابا کرده مجازاتش مرگه، مرگ. مرگ آدمایی مثل اون با قطع کردن سرشون نیست، بلکه با تحقیر کردن. داره اون ترس رو یه خط بکش، یه دایره بکش. روز میرم دهلی، زود برمیگردم. داداش بابا چه شده؟ این همه بلا سر ما اومده ولی اون ساکت مونده. بریم یه چیزی نشونت بدم. این کیه؟ این برادر اون دختر معلولیه که میخواست علیه تو شکایت کنه و به دستور بابا من این بلا رو سرش آوردم. حالا فکرشو بکن، قراره چه برای سر جی اگنی هوتری بیاد. حساسه. چی شده؟ به خاطر تصادف خونریزی داخلی کرده، کلیه‌هاش هم آسیب دیدن. مادر تبریک میگم، کلیه یکی از اعضای خانواده‌تون بهتون پیوند خورد. تو؟ نه مادر. یعنی دخترم گیتا؟ ببخشید. پس یعنی راج؟ آره ماما. کلیه ما پیوند نمیخورد اما مال راج خورد. من به خاطر ندونم کاریام خیلی تو رو اذیت کردم دخترم و همینطورم خودم. با به یاد آوردن گذشته خودتون رو ناراحت نکنید. حالا دیگه همه چی رو به راهه. بعد از این با هم زندگی میکنیم، با عشق. اینقدر به هم محبت میکنیم که همه غمای گذشتمون رو فراموش کنیم.
شرافی اونجا چی کار میکنی؟ بیا اینجا. بیا. منو ببخش دخترم، به خاطر اون روز معذرت. نه مامان بزرگ، ازش معذرت خواهی نکنید. کلیه اونم به شما پیوند میخورد اما حاضر نشد کلیهش رو به شما بده. نه باور کنین دروغ میگه. ساکت باش بچه پر حرف. باشه عروس خانم. خاله جون، خاله جون، خاله جون. راج داره صداتون میکنه ماما. اون داره خالش رو صدا میکنه نه منو. اگه دوباره به هم بگه خاله بازم باهاش قهر میکنه. نه دیگه، از این به بعد شما مادر من هستین. بله. مادر تصادف نکرده، عمدن بهش زده بودن. الان میخوای چیکار کنی جی؟ فکر میکنی چیکاری؟ تو دیگه تو ارتش نیستی. این افراد قوی هستن، تو نمیتونی تنهایی باشون بجنگی. اگه الان کاری بکنی فردا اونا مقابله به مثل میکنن. امروز مامان بود، فردا راج، بعد راما، بعد من. این درگیری کی میخواد تموم بشه؟ لطفا تمومش کن. بعد از سالها همه چیز دوباره رو برا شد. مامان به زندگی من برگشته. این ماجرا را همینجا تموم کن جی. حتی اگه شده معذرت خواهی کن یا هر کار دیگه ای. خواهش میکنم به خاطر من. از رفتارش که به نظر نمیرسه برای عذرخواهی اومده باشه. آقای حسین، ما اینجاییم تا این موضوع رو تموم کنیم. ما رو ببخشید. خواهش میکنم. چشمای من یکم ضعیفه، نمیتونم صورت تو ببینم. یکم بیا جلوتر، یکم بیشتر. بسه. حالا برو سمت راست. یکم بیشتر. همونجا وایسا. یکم بیا جلوتر. باشه. ببین، آوردمش تو دایره‌ای که برای اون ترسو کشیده بود. خیلی خوب باشه. برو عصبانیتتو خالی کن. برو. اگه قبل از جنگیدن با خانوادم یکم در مورد من تحقیق کرده بودی، یه خبرنگار در مورد من مطالب خیلی بدی نوشت، خیلی بد. من دستشو قطع کرد. یه قاضی میخواست با زبان قانون ما رو تهدید و بترسونه، اما زبونشو قطع کرد. حتی وقتی وزیر دفاع بودم موقعیتم در معرض خطر بود. آدمای من به یه منطقه بعضی از سربازای جوان ما هم توی اون حمله شدن و بعد من مردم اونجا رو قتل عام کردم و نه تنها موقعیتم رو نجات دادم بلکه ترفیع هم گرفتم. یا همین چند روز پیش یه دختر معلول خودکشی کرد. برادرش سعی کرد علیه دخترم صداشو بلند کنه. متاسفانه
ما مجبور شدیم بفرستیمش پیش خواهرش. جی؟ برش کن. داش راسینگ، دنیا فقط گرد نیست، کوچیکم هست. این که به خاطر کارای آدمای ظالمی مثل تو مردم عادی چقدر بدبختی میکشن تو حتی نمیتونی تصورش هم بکنی. ولی این دفعه با بد آدمی روبرو شدی. از امروز به بعد اگه کار اشتباهی بکنی اون وقت برادرم نه تنها مثل یه ترسو دورت خط میکشه بلکه کاری میکنی از یه ترسو هم پستر بشی. یادت باشه خواهر من هیچ وقت رو نمیگه. به عنوان رئیس انجمن این تشکیلات همه این مسئولیت ها به عهده منه آقای سینگ. اما شما دارین این مسئولیت رو میدین به ورما، چون ما با آدمای ضعیف و شکست خورده نیاز نداریم. اشتباه میکنید. ساکت شو. حالا تو به من میگی چی غلطه چی درست؟ ها؟ آقای سینگ، حقیقت اینه که شما دیگه حتی به خودتونم اعتماد ندارین. جایی شما و باوراتون رو تکون داد. واقعیت اینه. اون زیادی حرف زد بابا. نه پسرم، اون حقیقت رو گفت. قبل از اینکه یه نفر دیگه سعی کنه سرشو بالا بگیره کل خانواده جی رو نابود کنید. بله؟ سلام راما. مگه کسی خونه نیست؟ نه متاسفانه. یه عروسی کسیه؟ عروسی نیست، نامزدیه. اون با کی حرف میزنه؟ نامزدی داییمه. چی گفتی؟ نامزدی دایی؟ به شما کارت ندادم. ایوا خیلی بد شد. کات دیگه باید برم بازی کنم. این منم که به بازی گرفته شدم. گوشه بده بدایید. برای چی دروغ گفتی؟ نه من دروغ نگفتم. دایی و عمو مثل همن دیگه. به هر حال اون خیلی عصبانی واسه یه شوخی. شاله پسر بازی بش بیشوی نه. بله؟ حق باز خائن بی مروت نامرد خجالت نمیکشی؟ همونجا وایسته دارم میام یه درس حسابی بهت بدم. باشه؟ ببینم داری میری دعوا کنی؟ خیلی خب چرا با من دعوا میکنی؟
بچه رو بیار تو ماشین، بیارش تو ماشین، زود باش. بچه رو بیار، بچه رو بیار، زود باشید. بیای سر کار. ولی جلوی اونو بگیرید. جلوتر نیا وگرنه گردنش رو میشکنم. جلو نیا. آقای عبهی نخست وزیر میخواد باهاتون حرف بزنه. بله. الو. بله. اینا چیه میشنوم؟ موضوع چیه؟ قربان، اعضای گروه مورچا سعی کردن خواهرزاده جی آگنیهوتری را بدزدن و به خاطر این اتفاق آدمای زیادی از افراد شما مجروح شدن. باشه، هر کس مسئول این اتفاقه باید در موردش اقدام بشه. بهتره که هیچ اقدامی نکنیم قربان، چون با انجام این کار برای شما دردسر درست میشه. به خاطر اینکه همه آدمایی که اینجا بستری هستن یه جورایی سابقه دارن و قربان جی آگنیهوتری افسر عالی رتبه سابق ارتشه و در ضمن یه خبر بعد دیگه هم هست. چیه؟ قربان، متاسفانه تو این اتفاق داماد وزیر کشور کشته شده. آقای اپی لطفا پیگیری کنم. من میخوام تو این فرصت با جی آگنیهوتری حرف بزنم. چشم قربان. و قبلش هم یه گزارش‌های مربوط به این پرونده را نشونم بده. منم تا موقع با وزیر صحبت میکنم. بله قربان، اطاعت میشه. ممنونم. الو؟ از شنیدن اتفاقی که افتاده خیلی ناراحت شدم. بله آقای سینک، فکر میکنم باید جیو ببینید و باهاش حرف بزنید. منظورتون چیه؟ ببینید، اگه گروه تحقیق کارش شروع کنه، اون وقت بیشتر از جای شما و افرادتون، البته بیشتر از همه خود شما به درد سر میافتید. پس توصیه میکنم با جی ملاقات کنید و باهاش صلح کنید. من سعی میکنم امروز جیو بیارم پیش شما. بله، هر چی شما بگید. آقای مشیرا؟ بله. با جی آگنیهوتری تماس بگیر. بله قربان. حالا میخوام از نخست وزیر محترم درخواست کنم که بیان و برای بچه‌ها سخنرانی بفرمایید. متشکرم. ممنونم آقای مدیر. بچه ها میخوام براتون یه داستان کوتاه تعریف کنم. داستان جالبیه و درس خوبی هم به همه میده. مردی 5 تا بچه‌شو صدا کرد و به هر کدوم از اونا یه چوب داد و گفت بچه ها، چوبی که دستتونه رو بشکنید. بچه ها به راحتی چوب‌هایی که دستشون بود رو شکستن. بعد اون مرد 5 تا چوب رو جمع کرد و داد دست یکی از اون بچه ها و گفت عزیزم حالا سعی کن اونا رو بشکنید. اون بچه خیلی تلاش کرد ولی نتونست اون 5 تا چوب رو بشکنه. پس این نشونه قدرت اتحاد و با هم بودن و با این قدرت میشه مشکلات بزرگ و اثر چی شده؟ حالتون خوبه قربان؟ بله، میکروفون منو گرفت. ببین اون بچه حالش خوبه؟
دخترم خوبی؟ بله. عزیزم حالت خوبه؟ بله قربان. برق تو رو نگرفت؟ برق نمیتونه منو بگیره چون دست من چوبیه. ممنونم. از من تشکر نکنی قربان. به جاش هر وقت فرصتی براتون پیش اومد به 3 نفر کمک کنی و از اونام بخواین به 3 نفر دیگه کمک کنن. همچین کار خوبی رو کی یادت داده؟ چند روز پیش یه خانم خوب به مناسبت روز کودک به مدرسه‌مون اومد. ممنونم. عزیزم از من تشکر نکن، ولی هر وقت فرصتی برات پیش اومد حتما به 3 نفر کمک کن باشه؟ چشم. و از اونام بخواه که به 3 نفر دیگه کمک کنه. چشم آقا. دخترم بهت قول میدم که منم به 3 نفر کمک کنم و به اونام بگم که به 3 نفر دیگه کمک کنم. قول. دختر خوشحالی. آقای مشیرا تحقیق کن ببین زنجیره این کمکی رو که اون دختر بهش اشاره کرد اول کی شروع کرده. میخوام حتما از نزدیک ببینمش. چشم قربان. قربان شماره جی اگنی هتری پیدا شد. بهش زنگ بزن. چشم. بله. میتونم با آقای جی اگنی هتری حرف بزنم؟ بله. نخست وزیر میخواد با شما حرف بزنه. قربان. جی پردام هستم. مرا قربان. ببین جی، اتفاقای بین تو و داماد آقای سینکو میدونم و میدونم که کی مقصر بوده، اما دلم میخواد این موضوع همینجا تموم بشه. من با آقای سینک صحبت کردم، میخوام تو هم بیای و آقای سینکو ملاقات کنی. تو تنهایی چی کار میتونی بکنی؟ نمیتونی چیزی رو ثابت کنی. میخوای تو ایران به چی برسی؟ قربان من فقط میخوام با قدم برداشتن در مسیر صداقت به انسانیت برسم. فقط همین. میخوام ثابت کنم که یه آدم خوب با بقیه فرق داره. قربان جی بذار همدیگر رو ببینیم همین امشب. چشم قربان. جی میخوام با آقای سینگ صحبت کنم، بیرون منتظر باش. دارید چی کار میکنید آقای سینگ؟ میدونید که به خاطر کارهاتون ممکنه موقعیتتونم به خطر بیفته؟ به فکر من نباش پردان، به فکر خودت باش. بگیر روزنامه رو بخون. افسر تعلیق شده ارتش جی اگنی هتری نخست وزیر به قتل رسوند. وزیر کشور داشت سینگ به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب خواهد شد. این چه مسخره بازیه؟ مسخره بازی نیست آینده است، چون تو برای خوندن این خبرات فردا زنده نمی‌مونی.
را بگیرید بکشیدشون. اگه اونا زنده بمونن همه این وقت بین میریم. سرید بگیریدشون. قربان، موقعی که این حادثه رخ داد شما اونجا بودین. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ آقای وزیر این شخصو که فکر کنم اسمش جی اکنیهاتری آورد خونه من. همه چیز برای رفتن آماده است آنجلی. تو هنوز بعد جی تعادل روانیش از دست داد. اون نخست وزیر رو دید و شروع کرد به فرار. کارگرای من دنبالش دویدن تا نخست وزیر رو نجات بدن، اما اون یکی یکی همه رو زد. اینجا رو ببینید، منم صدمه دیدم. اون یک فراریه، یک جنایتکاره. در ضمن اون روانی هم هست. ما تازه فهمیدیم که اون قبلا همه چیزا طبق برنامه آمد، ولی به خاطر عدم تعادل روانیش اخراج شده. اخراجش کردن. داره دروغ میگه. ما میتونیم یه وطن پرست از ارتش اخراج کنیم، ولی نمیتونیم از قلبش حس وطن پرستیشو بیرون کنیم. سامیت ناباید اتفاقی براش بیفته. جی و نخست وزیر رو پیدا کردیم. کادم؟ بله قربان. جای جی رو پیدا کردیم. نگران نباشید، ما دستگیرش میکنیم. بابو اونجاست. در رو باز نکنی. جی وضعیتش بحرانی، خیلی خون از دست داده. نمیتونیم اینجا درمانش کنیم، باید زود ببریمش بیمارستان. خیلی خوب شما برید، ما نظر اینا رو میرسم.
بیارینش بیرون. زود باشید، زود باشید. دکتر اریکسانا، خواهش میکنم اریکسانا. الو قربان، دارم میرم دفتر. گوش به زنگ باشید و بهم خبر بدید. قربان، خبرهای بدی دارم. چیه؟ نخست وزیر به بیمارستان شهر رسیده. اون همه رو یکی زد. اینجا رو ببینید، اون یک فراریه، یک جنایتکاره. چی شده سومی؟ خانم برادر شما سعی کرده نخست وزیر رو به قصد برسونه. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید چیزایی که اونا در مورد برادرم نشون میدن یا میگن همش دروغه. اون جون خودشو برای نجات نخست وزیر به خطر انداخته. میگن برادر شما وضعیت روانی متعادلی نداره. وزیر کشور اونو یه جنایتکار معرفی کرده. در این مورد چی میخواین بگین؟ برادر من یه انسان شریفه. طرز فکر اون اینه که لازم نیست حتما لباس خدمت تنمون باشه تا به کشورمون خدمت کنیم. اون زنجیره خوبی رو شروع کرد که به جای تشکر کردن به 3 نفر کمک کنیم و از اونا بخوایم که به 3 نفر دیگه کمک کنن. چطور کسی میتونه بگه که یه همچین انسانی تعادل روانی نداره؟ بابا، این خانمه همون چیزی رو میگه که اون خانمه دیگه تو مدرسه گفت که به جای تشکر به 3 نفر کمک کنه، به اونا بگو به 3 نفر دیگه کمک کنن. الو، تلویزیون رو میبینی؟ آره، چه خبر شده؟ کافیه. قربان،
یا پسرم؟ بهتر بود قبل از در افتادن با خانواده من منو بهتر میشناختی. اونها اونجاست، دنبالش کنید، بگیریدش. نذارین فرار کنه، بگیریدش. نجنبید، بگیریدش، نذارین بره. یهو چی شد؟ دوستم ببرش، زود باش. ببینید هر چیزی که اونا در مورد برادرم نشون میدن یا میگن همش دروغه. اون زنجیره خوبی رو شروع کرد که به جای تشکر کردن از هم به 3 نفر کمک کنیم و از اونا بخواید به 3 نفر دیگه کمک کنن. چطور کسی میتونه بگه که یه همچین انسانی تعادل روانی نداره؟ قربان خواهش میکنم دراز میکشید، هنوز حالتون وخیمه. نه قربان. دکتر به فکر من نباش، اون باید زنده بمونه. اگه من الان زنده‌ام فقط به خاطر وجود جی اگنی هوتری. ولی وزیر کشور داشت سینگ میگه که جی داشت سینگ یه دروغگوه. در واقع اونه که تعادل روانیشو از دست داده. داشت سینگ سعی کرد منو بکشه و تقصیرها رو بندازه گردن جی اگنی هوتری. جنایتکارای واقعی آدمایی مثل اون هستن. داشت سینگ دشمن اصلی مردمه، نه جی اگنی هوتری. هی میرم، میدونید به چه کسی سیل میزدی؟ دریخنم همان دست نزنید، هرید اقاب نگه برو، من از اینجا ببرید، نجاتم بدید. مانک نجاتم بدید، مانک نجاتم بدید. به من دست نزنید. پسرم مادر سلام. بهت افتخار میکنیم. تشکر نکن، به جاش به 3 نفر کمک کن و به اونا بگو
به 3 نفر دیگه کمک کنم. طرز فکر تو آدمای زیادی رو با هم متحد کرده، قلبای زیادی رو لمس کرده. میخوای ببینی؟